Misal ise qiyməti ifadə edən niyokun dərdini qaws دو ifadelerin در kvadrat است. برای اینو کارکنان دو ایونت ها باید به خاطر بیاریم. یکم این مثلا a مینوسی b در kvadrat. وقتی ما قوس رو میکشیم این چی است؟ a kvadrat مینوسی 2ab جمع b kvadrat است. باز یک چی باید دانیم. اگر در این ریشه یک عدد داشته باشیم ریشه در kvadrat این هم وقت به a برابر است. برای آسان کردن کار ما هر دو اینو یکدیگر اختصار میکنن و این به a برابر میشن. بیاین اکنون این مثال رو کار کنیم. این چی میشد؟ ریشه 28 مینوس ریشه 7 در kvadrat. این ایونت ایستاده برده قوس رو میکشیم. این چی است؟ ریشه 28 در kvadrat مینوس 2 ضرب ریشه 28 ضرب ریشه 7 جمع ریشه 7 در kvadrat است. اینو باید کار کنیم. از اینجا چیکار میبینیم این kvadrat و ریشه دیگر اختصار میکنن و مباینه رو چه آسان تر کار کرده میشود. قدم به قدم نویسم. این میشه 28. ما 28 رو این نوشته میتونیم. این 2 ضرب 7 ضرب 4 نوشته میتونم. 7 ضرب 4 ضرب ریشه 7 جمع 7. اکنون قسم مباینه رو نشان دهم. البته که شما تیسر کار کرده میتونیم. مینوس 2 ریشه 7 ریشه 4 ضرب ریشه 7 جمع 7. اکنون ریشه 7 ضرب ریشه 7 این چی است؟ خودی 7 میشه. هر دو رو وقتی موضوع میشه این به 7 برابر میشه و ریشه 4 این 2 است. یعنی این فودر ما چه نوشته میتونیم؟ 28 مینوس 2 ضرب 2 از اینجا ریشه 4 اومد ضرب 7 جمع 7 و این برابر می شود 2 ضرب 2 4 28 دیگر اختصار 7 در آخر خودش میماند و جواب ما باید می شود. مثال 44 و مثال 43 مانند است. اگر یک بار کار کنیم این چی می شود؟ ریشه 3 جمع ریشه 27 در kvadrat و این به چی برابر می شود؟ ریشه 3 در kvadrat جمع 2 ضرب ریشه 3 ضرب ریشه 27 جمع ریشه 27 در kvadrat. ریشه 3 و kvadrat این دیگر اختصار میکنن. ریشه 27 هم دو اینا اختصار میشد. مباین را کنیم چیکار نمیشه. 27 رو ما چیکار نمیشه میتونیم. این میشود 3 جمع 2 ریشه 3. 27 رو ما همچون 3 ضرب 9 نوشته میتونیم جمع 27 و این برابر به چی میشد؟ 3 جمع 2 ریشه 3. من این ریشه رو جدا کرده میتونم. ریشه 3 ضرب ریشه 9 جمع 27. بیاین حد این رو جمع کنم. 27 جمع 3 چند میشود؟ این به 30 برابر میشود و در این مباین هم ریشه 3 ضرب ریشه 3 این به 3 برابر است. ریشه 9 این هم به 3 برابر است. جمع 2 ضرب 3 ضرب 3. این 3 یکمش از ضرب ریشه 3 ضرب ریشه 3 اومد. 3 دویمش از ریشه 9 اومد و این چی میشود؟ 30 جمع 2 کره 3 6 6 ضرب 3 18. این هر دو رو جمع کنیم 48 میشود. قیمت ایفاده رو باز به مثال پیشینه 43 و 44 مانند است. ریشه 5 مینوس ریشه 45 در kvadrat این چی میشود؟ ریشه 5 در kvadrat مینوس 2 ریشه 5 ضرب ریشه 45 جمع ریشه 45 در kvadrat است و این به چی برابر میشود؟ 5 مینوس ریشه 45 رو ما چیکار نوشته میتونیم؟ همچون 5 ضرب 9 نوشته میتونیم جمع 45. هر دو اینها رو ما اگر جمع کنیم 5 و 45 یک برو کنیم این چی میشود؟ 5 میشود مینوس 2 ریشه 5 ضرب ریشه 5. یک ریشه رو ما جدا کرده میتونیم ریشه 9. اکنون از اینجا ریشه 5 ضرب ریشه 5 و 5 برابر میشه ریشه 9 و 3 برابر میشود. این رو اگر کار کنیم این میشه 50 مینوس 2 ضرب 5 ضرب 3 و این میشه 50 مینوس 30. اول ضرب رو جمع کنیم و این برابر 20 میشود. مثال نوبتی اکنون نگاه در اینجا کسر در مخرج ریشه 5 داریم و جوابی میبینیم کسری نیست. یعنی ریشه 5 اختصار میشه. خیلی فکر کرده میتونن. بیاین صورت رو چیکار نوشته میتونیم؟ ریشه 125 رو ما همچون 25 ضرب 5 نوشته میتونیم. ریشه 20 رو هم
5 ضربی 4 نوشته میتونم تقسیم ریشه 5. اکنون وقتی ما در ریشه 2 عدد ضرب باشه اون رو جدا کرده میتونیم، یعنی ریشه 25 ضرب ریشه 5 نوشته میتونم جمع ریشه 5 ضرب ریشه 4 تقسیم ریشه 5. ریشه 25 بچه 5 یعنی ما 5 ریشه 5 نوشته میتونیم. ریشه 4 2 است یعنی 2 جمع ریشه 5 نوشته میتونیم تقسیم ریشه 5. اکنون بولو نگاه 5 تا ریشه 5 و 2 تا ریشه 5 همگی اینها 7 تا ریشه 5 میشه. تقسیم ریشه 5 و از اینجا ریشه 5 و ریشه 5 یکدیگر رو اختصار میکنم و از اینجا این آخرون برابر 7 میشود. مثال 47 و مثال 46 مانند است. کسری نیست جواب ها، یعنی 2 ریشه 3 ریشه 3 اختصار میشود، یعنی 2 هم اختصار میشود. اکنون بیاین ریشه 3 کی است، یعنی در بالا هم ریشه 3 باید داشته باشم که اختصار شود. یعنی ما همین 192 رو اول به 3 تقسیم میکنم. 192 به 3 تقسیم کنم چی میشود؟ این 64 میشه. یعنی 192 رو ما همچون 64 ضرب 3 نوشته میتونیم. مینوسی 48 رو به 3 تقسیم 16 ضرب 3 نوشته میتونم. اینا خط کسر 2 ریشه 3. اکنون ریشه 64 جدا کنیم اگر ما ریشه ها رو. مینوسی ریشه 16 ضرب ریشه 3 تقسیم 2 ریشه 3. از اینجا 64 8 است، 8 ریشه 3 مینوس 4 ریشه 3 تقسیم 2 ریشه 3 است و با 8 ریشه من 4 ریشه 3 این 4 ریشه 3 می شود تقسیم 2 ریشه 3. از اینجا ریشه 3 یا دیگر رو اختصار میکنم، 4 و 2 هم اختصار میشن، 4 تقسیم 2 و این برابر 2 می شود. مثال 48 حساب کنید. باز به مثال پیشین مانند است. نگاه کنید در جواب ها ما کسری نداره، این معنی نداره که 2 و ریشه 5 دیگر اختصار میشن در اینجا، یعنی در بالا هم 2 و ریشه 5 میشود. برای همین در بالا ریشه 5 رو گفتم حرکت میکنم، یعنی برای اختصار شدنش یعنی 65 رو با 5 تقسیم میکنیم و 45 رو با 5 تقسیم میکنیم. وقتی 605 رو با 5 تقسیم میکنیم به چی برابر است؟ 125 نه 1 2 121. یعنی بیایید نویسیم 65 ما همچون 121 ضرب 5 نوشته میتونیم. مینوس 45 رو 9 میشد. 9 ضرب ریشه 5 9 ضرب 5 تقسیم 2 ریشه 5. اکنون نگاه کنیم ما اینو چکنیم جدا کرده میتونیم. ریشه 121 ضرب ریشه 5 نوشته میتونیم مینوس ریشه 9 ضرب ریشه 5 و این رو به 2 ریشه 5 تقسیم میکنیم. اکنون نگاه کنین 121 11 است، ریشه 121 11 ریشه 5 مینوس 3 ریشه 5 تقسیم 2 ریشه 5. در بالا ما 11 ریشه 5 داریم و مینوس 3 ریشه 5 به همگی 8 ریشه 5 میماند و در پایان هم 2 ریشه 5 داریم. در اینجا ما اختصارش رو دیده میتوانیم. ریشه 5 و ریشه 5 اختصار میشن، 2 و 8 هم اختصار میشن و 4 میماند و در آخر جواب ما 4 است. مثال 49 اکنون در اینجا ما کمتر مرکب‌تر داریم. حساب کردن کار در مخرج ما ریشه 2 جمع ریشه 3 داریم و جواب ها میمونیم یکم کسری نیست، این معنی که ریشه 2 و ریشه 3 اختصار میشن. برای مثال ها راهی اصلا چه گویم گارانتی دار هست لیکن دراز است، لیکن در اینجا عددها کمتر مانند است. ما چه کردیم؟ یعنی در بالا هم ریشه 2 و ریشه 3 هست، این معنی اون رو دارد. بیاین همون رو میابیم. ریشه 8 رو ما چه نوشته میتونیم؟ ما میتونیم ریشه 8 رو 4 ضرب 2 نوشته جمع 12 هم 4 ضرب 3 نوشته میتونیم و در پایان ما ریشه 2 جمع ریشه 3 داریم. من روی آسانش رو نشان دادم. این چی میشد؟ ریشه 4 ضرب ریشه 2 میشود جمع ریشه 4 ضرب ریشه 3 تقسیم ریشه 2 جمع ریشه 3. اکنون ریشه 4 این چی است؟ 2 ریشه 2 جمع 2 ریشه 3 شد. ریشه 4 رو ما گرفتیم، ریشه 2 جمع ریشه 3. در بالا دقت میکنیم هر دو ifade 2 دارد. ما باید رو از قوس بیرون گرفته میتونیم، یعنی ریشه 2 جمع ریشه 3 میموند و در پایان ریشه 2 جمع ریشه 3 است. و از اینجا هر دو اینها چه کنن در پایان ما یک ifade هست، یعنی قوس گرفته میتونیم هر دو ifade دیگر اختصار کنیم و در آخر جواب ما 2 میشود. راهی در روز این چی است؟ اگر ریشه ها رو کسری دانسته باشیم برای از مخرج از ریشه خلاص شدن ما باید هر دو طرف رو به ریشه 2 مینوس ریشه 3 باید ضرب کنیم.
و در اینجا مخرج پیرش میموند و فقط عددی بوتون میبره، یعنی به کسر میشود. این راهی دراز است، برای همین اصلا راهی آسان این دقت کردن به سوال عددهای مانند هست. ممنون دارد. مثال 50 باز حساب کنین. در پایان ما ریشه 7 ریشه 5 داریم، لیکن در جواب ما که کسری نداریم. این معنی داره که در بالا هم ریشه 7 و ریشه 5 موجود هستند و آنها اختصار شده گیرند. بیاین اکنون چه نوشته میتونیم؟ ریشه 63 ما چه نوشته میتونیم؟ 9 ضرب 7 مینوس 45 رو 9 ضرب 5. نیا کنید چه ناز آمده است عددها. ریشه 7 مینوس ریشه 5 در مخرج میموند. بالا ریشه 9 و ریشه 7 رو ما علایده نوشته میتونیم. مینوس ریشه 9 ضرب ریشه 5 رو هم علایده نوشته میتونیم و در پایان ریشه 7 مینوس ریشه 5. نیا کنیم در هر دو ifade ریشه 9 یخیر است. اون رو از قوس بیرون گرفته میتونه و در پایان در چی ماند؟ در قوس ریشه 7 مینوس ریشه 5 و از اینجا ریشه 7 مینوس ریشه 5. هر دو ifade در بالا پایان اینها اختصار میشوند و در آخر ما چی میماند؟ ریشه 9 و ریشه 9 رو ما میدونیم این به چی برابر است؟ به 3 برابر است. مثال 51 بازی بار دیگر به مثال 50-49 مانند است. ما در بالا ریشه 7 و ریشه 6 رو داریم، بیایم آنها رو یابیم. مثلا دیدن آسان نیست. برای همین 112 تقسیم 7 این چه است؟ این البته که 16 ضرب 7. ما 112 رو همچون 16 ضرب 7 نوشته میتونیم. 96 رو هم 16 ضرب 6 نوشته میتونیم. تقسیم ریشه 7 جمع ریشه 6. و از اینجا ریشه 16 موجود رو نوشته میتونیم. ضرب ریشه 7 جمع ریشه 16 ضرب ریشه 6 تقسیم ریشه 7 جمع ریشه 10. ما ریشه 16 میدونیم این 4 است. میخوایم بیایم اون رو از قوس بیرون گیریم. ریشه 16 میموند ریشه 7 جمع ریشه 6 تقسیم ریشه 7 جمع ریشه 6. از اینجا هر دو این ifade مرکب اختصار میشن و در آخر ما ریشه 16 داریم و ریشه 16 میدونیم به 4 برابر است.